سلام رفقا، خیلی مخلصیم. اومدیم با یه گیم پلی دیگه از بازی موبایل لجندز هیرو جولیان. بریم داخل بازی بشیم. بچه این چند تا ویدیو اول رو من گیم پلی میذارم، اگر خواستید ویدیو آموزشی هیروهای مختلفی، آیتم های مختلف هم میتونم براتون بذارم و توضیح بدم حتی راجبشون. هیرو جولیان بچه 3 تا لولاش هیروی کمبوتوره. من سر همین از این هیرو کلا خوشم میاد، یعنی هر کدوم از لول‌ها میتونه یه کار متفاوت کنه. خیلی خوشم میاد. بیشترم دوشو دوست دارم، لول دوش یک میزنه میره. ولی بازی فعلا یه ذره فارم کنیم، باف بزنیم. اگر هم یه ذره سر صدا میاد، من کافه نشستم، ببخشید همین باعث دارم کافه میگیرم. بعد اصلی ترین آیتم جولیان اتک اسپیدشه، یعنی اون اتک اسپیدشو میبندی خیلی خفن تر دمیج میدی و اتک میزنی، هم لولات هم خود اتکت. اینجا اومده بودن بلوباف رو بزنم، نتونستم، موفق نشدم. این برای فایت خفن بمیر فرست بلاد. چرا آخه باید ساپورت بازی فرست بلاد از جانگلرش بگیره؟ من نمیفهمم. بگیره برش بک بدیم، بریم دوباره سراغ فارم کردنمون. یه ذره آیتم بیاریم، بریم دعوا بگیریم. بریم سمت بلوباف انمی و خودش داره میزنه که آره بلوباف دیگه. یا حسین برا تا نره خر اومدن دنبال من. بزن سنه چی میکنی یا حسین؟ قلتش وا شد. کی وا شدی تو؟ نزن. من برمیردم پرقدرت برمیگردی. اسیس گرفتم باید کیل بگیره و جانگلر بازی چه کاری. وقت یارمونم خاموش کرد. یه ذرم لگ دارم بچه ها، ببخشید. یه تو ایران داریم بازی میکنیم، پلی میدیم، بازی لگ داره. بریم سمت ترتر ببینیم اینا میشه کاریش کرد. اول نمیشه این که فرار که نکرد، نمیرسم بهش دیگه. چرا همه 4 شدن من 3 ام؟ کجای رو من اشتباه رفتم؟ برو اونو ما 4 کنیم. جولیان خوبی هیروش اینه که همون اول بازی دمیج میزنه، یعنی نسبت به جانگلرهای دیگه، یعنی لول 3 میشه خیلی خفن دمیج میزنه، یعنی حتی آیتم هم نداره خیلی خفن دمیج میزنه. من خیلی خوشم میاد از این داستانش. میزنی پر رو تر از جانگلرهای دیگه است. بیا یه دونه میزنیم اینم میمیره. خوبه، خدا روزی رسونه بالاخره بچه‌ها. این با این دمیج داشت از اینجا رد میشد، انداخت خدا جلو من. تو بیایم برای تو کشش. منم که نه نمیگم، بالاخره دیگه خدا خواسته. خب شاید بریم ترتلو بزنیم. دوستان اگر جانگل پلی میدی واقعا ترتلا خیلی مهمه. هم سر تایمش برید ترتلا رو بزنید، هم به یاراتون کمک میکنه هم به خودتون کمک میکنه. پولی که میده تیمو جلو میندازه، خیلی خوبه. بریم پایین ببینیم اونجا چه خبره. لزلیمون با تانک درگیره. این گازنبوری روش گازنبوری. کجا میری عروسک؟ یا هیچ جا نمیری. این هم بچه ها روزی دوممون. خدا میرسونه همه اینا رو، خدا میرسونه. توکل کنید به خدا، تو مپ ول بگردید یه ناینا پیدا میکنید. این هم اونجا داره میچرخه، هلیکوپتری میزنه. نه یا زیادی نه یا حالا که اومدی بیا دیگه. ماشاءالله. بیا بیبی من نزن اونیم بیشه. خب فعلا یه ذره بای حالت خوب بوده. بیا جلو. های بس ولم کن دیگه. آها حالا بیا بکش منو. درد داشت یه لحظه نمیذارم نفس بکشه این بدبخت. تانک چسبیه داره
چونو یاراش. حالا تانک ما ساپورت ما کجاست؟ ول معطل تو من فرست بلاد ما رو میگیر. فدا سرش. این به ادامه بازی چه واسه اینکه خسته کننده نشه واسهتون گیم پلی، یه ذره ما دور بازی رو تون میکنیم شما ببینید لذت ببرید. همونطور که یه سری کیل جا به جا شد. فایت قشنگ و زیبا. چجوری دابل کیل منو اونجوری گرفتی واقعا؟ اشکال نداره دیگه، مهم اینه که تیم فایت وین بشه. حالا کیل ما رو میگیرن نمیگیرن مهم نیست. یه مقداری بیان داریم اون بلو باف اینو بزنیم و لیولا هم ردی شد و همه هم چسبیدن. یا علی این اولی نزن دومی جون تمام. بابا بذار خوشحالی کنم، حداقل یه تریپل کیل گرفتم زد پس کلم. نکنین کارا چیه آخه؟ تریپل کیل قشنگی بود واقعا، زبونم گرفت. تریپل قشنگی کیلی بود. میریم همچنان به ادامه فارم کردن. بریم ببینیم دنیا دستی کیه. تو چرا اینجوری رابی جان؟ تو باید بالا باشی الان. زیاد مهم نیست. بله همچنان لگ. بریم سر ترتل بالا. ترتل که دیگه چه عرض کنم لورد شد. لوردو نزن. یا به ای وای این وری زدم چرا؟ نزن 3 ثانیه دیگه 2 ثانیه. آمدم به این بازیکن لوردو میدوزه. نزن تو رو قرآن نزن انقدر سیزیلیون آخیش. ای میزنه پس کله آدم. لوردو که دوزیدیم بریم جلو. بله سیسیلیونشون هم مرد و خدا رو شکر. بریم زره پوش بدیم بین تاورشون رو بندازیم یه ذره دیگه. ای بابا مسخره. گوشه اولت یارو گرفت به من. واقعا نمیفهمم اینو. خب دوباره برمیگردیم میبینیم که بچه ها زدن ترکوندن. تریپل کیل گرفت لزلی. و بچه اینم بگم لزلی و فارسا رفیقا هم یعنی یه اسکوادیم اولش چون ندیدید ما با هم استارت کردیم. دارم یه خیال راحت دارم جانگل میچرخم میرم فایت میزم میمیرم. اینو بزنیم بریم چه بچه ها. نه بمیز دیگه بابا. من دارم میام اتک فتید به اتکی چه قرارت بدن. بوم چه دمیجی میزنم من به تانک. عاشق این هیرو هم. وایستا کجا تو فرار نمی کنی. خدافظ. نفر بعد حالا فکر کنم بچه ها بکشنش. وایستا ببینیم حالا ما میفرارش میکنیم. فرار کرد. بیا گازنبوری میگیرت داشت شایان. من برو باف من نزن. میگم باف نزن بلا. میام بالا سرت.
بریم که گوش کنیم ببینیم دنیا دست کی هستن. اینجا خوب نره، مثل اینکه داره. اون چرا اولتش اونجا زد؟ واقعا مرسی از اولت خفنی که زدی توی چمن ها. ای بابا نکن، مسخره. خدا رو شکر. بافا رو بزنیم دوباره برمیگردم. جان پر شد. این بچه ها نمیزنم به من برسه. ما بزنیم دیگه، مثل این نمیرسه. بریم بازی رو جمع کنیم. برو خونتون دیگه آکای جان. دنبالی چی برادر؟ الان زدی بقیهش شل کن، لذت ببر. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.